الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید. بینندگان محترم و معزز، دوستان ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم در قسمت 118 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما هم به ادامه چند قسمتی گذشته در مورد احکام و آداب رکن سومی از ارکان اسلام که زکات هست که در قسمت های گذشته تعریف زکات و حکم و حکمت و فضائل از او را و بعد از او حکم زکات نقدین طلا و نقره و بعد از او حکم زکات مواشی را، حیوانات و چارپایان را خدمت شما در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و بیان کرده بودم و در این قسمتی از برنامه در مورد حکم زکات حبوب و دانجات یا چیزهای زراعتی که چی میوه بوده باشد و چی حبوب و دانجات بوده باشد که از اونها زکاتی از اونها به نام عشر یاد می شود. در مورد حکم عشر یا حکم عشر را در روشنای احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهم کرد. و در زکات زراعت یا میوجات یا حبوب و دانجات، آنچه که از زمین می روید، هم به آیات قرآن کریم و هم به احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و اجماع مسلمان ها هم بر این است که آنچه که از زمین می روید، چه حبوب و دانجات بوده باشد چه میوجات بوده باشد، بر آنها زکات واجب و لازم است. آیاتی که قبلا خدمتتان تلاوت کردم دلالت کننده بر این امر است که خداوند متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای مؤمنین، شما از آنچه که شما کسب میکنید، از طیبات، از پاکی های آن شما مصرف و خرج کنید، زکات آن را بدهید، یعنی زکات مال های تجارتی خود را بدهید. و مما اخرجنا لکم من الارض، و هر آنچه که ما از زمین برای شما میرویانیم زکات آن را هم بدهید. این هم دلالت به این میکند که هر آنچه که از زمین میروید، نعمت هایی که از زمین میروید، چه حبوب و دانجات بوده باشد، گندم یا جو یا برنج، و چه میوه بوده باشد، خرما یا انگور و کشمش، اینها از اینها بر اینها زکات واجب و لازم است وقتی که به نصابی که شریعت را تعیین کرده وقتی که به نصاب برسد. و همچنین در آیه دیگری الله متعال فرمود: و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکله. الله متعال باغهای گوناگونی برای شما که آفریده که بعضی ها در هم پیچیدن و بعضی ها در هم پیچیده نیستند، و همچنین نخلستان ها و زراعت را برای شما آفریده. و بعد از او که خداوند نعمت‌های خود را بیان میکند، در آخر آیت میفرماید که کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده. اینها باغ‌هایی که برای شما از زمین رویانیده، درخت‌هایی که از زمین رویانیده، میوه‌هایی که از زمین برای شما رویانیده، اینها نعمت‌های خداوند است. وقتی که اینها به ثمر میرسند شما از ثمر از او بخورید و آتوا حقه یوم حصاده، و حق از او را در روزی که شما او را حصاد میکنید و میگیرید حق از او را بدهید، که حق از او زکات از او را باید شما بدهید. و همچنین این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردند که در گندم و در جو و در زبیب و کشمش و در خرما در اینها زکات هست. وقتی که به نصاب میرسد باید زکاتی از او داده شود. حدیثی که امام طبرانی و امام حاکم رحمت الله علیهما از حضرت ابو موسی اشعری و همچنین از حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنهما روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر این دو صحابی جلیل القدر فرمودند: لا تأخذوا في الصدقه الا من هذه الاصناف الاربعه. شما زکات را در حبوب و در زراعت نگیرید مگر از 4 صنف، از این 4 صنف زکاتی از اونها را بگیرید. گفتن که الشعیر و الحنطه و الزبیب و التمر، شما از جو و همچنین از گندم و همچنین از کشمش
و از خرما وقتی که به نصاب میرسد شما زکات اینها را از صاحبش باید بگیرید. و در اینجا صیغه حصر آمده، صیغه نهی آمده لا تأخذوا. لذا تعداد علما، عده از علما رأیشان این است که آنچه که از زمین میروید زراعت فقط در 4 چیز زکات واجب است که 2 تا از او برمیگردد به حبوب که او جو و گندم است و 2 تا از او برمیگردد به فواکه و میوجات که او خرما و کشمش است که از انگوری خشک ساخته می شود. انگور وقتی خشک می شود مبدل به کشمش می گردد. و معیار لذا معیار در احادیث دیگری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از گرفتن میوجاتی که یا سبزیجاتی که ذخیره نمی شود زود تلف می شود منع کردن، گفت در اینها زکات نیست. در حدیثی که امام دارقطنی رحمت الله علیه از حضرت معاذ بن جبل روایت میکند که ایشان فرمودند فاما القثاء والبطیخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از گرفتن زکات خیار و بادرنگ و تره سبزیجات و همچنین از گرفتن زکات بطیخ، تربوز و یا اندوانه و همچنین از گرفتن زکات رمان، انار و از قصب سکر، نیشکر، از گرفتن زکات اینها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عفو کردند و گفتند که در اینها زکات نیست چون اینها ذخیره نمیشوند و زود به تلف میرسند و لذا در اینها زکات نیست، برای استعمال روزمره است اینها. و همچنین در حدیث دیگری که امام دارقطنی روایت میکند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس فی الخضروات صدقه، در سبزیجات ها صدقه نیست. سبزیجات ها که گرجه هست، باذنجان رومی هست و خیار هست، بادرنگ هست یعنی و کاهو هست و هر سبزیجاتی که بوده باشد در آنها صدقه و زکات نیست. لذا بنابراین عده علمای مذهب شافعی و همچنین علمای مذهب مالکی رأیشان این است که معیار در زکات 2 چیز است. یکی قوت که قوت بوده باشد که خورده شود، برای خوردن انسان بوده باشد، و معیار دیگر ادخار است که باید ذخیره کرده شود. هر زراعتی که قوت بوده باشد برای خوردن انسان بوده باشد و خورده شود به خاطر اقتطاع و همچنین ذخیره کرده شود او زکات است. اگر ذخیره کرده نشود و همچنین به خاطر قوت نبوده باشد او زکات نیست. پس چون فواکه و خضروات اینها، میوجات و سبزیجات اینها چون ذخیره کرده نمی شود در آنها زکات نیست. و همچنین بعضی از مثلا پسته، بادام و اینها چون قوت نیستند فقط به خاطر شکم سیری خورده نمی شوند، قوت آنچه که برای شکم سیری خورده شود اینها به خاطر شکم سیری خورده نمی شوند، لذا اینها هم زکات نیست. و چون جو، گندم و برنج اینها قوت هستند به خاطر شکم سیری خورده می شوند، در اینها زکات هست. و همچنین تمر، خرما و کشمش هم قوت هستند و هم ذخیره کرده می شوند، در اینها زکات هست. و علمای حنابله رحمت الله علیه رأیشان این است که هر آنچه که کیل می شود، ترازو کرده می شود، وزن کرده می شود و مواد خشک هست، خشک کرده می شود، در آنها زکات است. پس هر آنچه که خشک می شود، مثلا خرماس خشک کرده می شود و ترازو وزن کرده هم می شود، و کشمش است هم خشک کرده می شود از انگور و هم ترازو یا وزن کرده می شود. و همچنین گندم و جو و برنج و در اینها زکات است. و بنابراین معیار پس در فستق یا چیزهای مکسرات، چیزهایی که دانجاتی که مکسرات هستند، پسته هست و یا بادام هست و چیزهای دیگری که قوت نیستن اما خشک هستند و وزن کرده میشون بنا به معیاری که مذهب حنابلة بیان کردن، در اینها هم زکات هست. اما معیار در مذهب احناف رحمت الله علیهم این است که هر آنچه که به خاطر استثمار و به خاطر فایده گرفتن از او زراعت کرده می شود در او زکات هست. پس هر میوه‌ای که به خاطر خوردن شخصی بوده باشد در او زکات نیست، اما به خاطر تجارت بوده باشد در او زکات است. و همچنین حبوبجات
یعنی حبوب و دانجاتی که به خاطر خوردن شخصی کسی زراعت میکنه در او زکات نیست، اما به خاطر کش کردن و به خاطر استثمار و به خاطر طلب فایده بوده باشد در او زکات هست. و در مورد مقدار زکات یا چه وقت عشر چه وقت لازم میگردد، عشر که دهم حصه حبوب است چه وقت لازم میگردد، و نصف عشر چه وقت لازم میگردد، و ثلث عشر چه وقت لازم میگردد. حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده و یعنی حدیث معیار است به اینکه چه وقت عشر میشود و چه وقت نصف عشر، و معیار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این گذاشتن که اگر زراعت بدون تکلیف صاحب مزرعه بیرون شود در صورت عشر است. مثلا اگر زراعت به شکلی بوده باشه که از آب باران آواری شود، یا از آب نهر جاری که در داخل مزرعه است آب آواری شود، یا از آب چشمه که در داخل مزرعه است آب آواری شود بدون تکلیف صاحب مزرعه، در صورت عشر کامل است، یعنی دهم حصه است. از 10 حصه یک حصه را باید عشر بدهد. و اما اگر به شکلی باشد که به تکلیف خود آب آواری کند، آب را از چاه بکند، چاهکنی کند و توسط حیوانات آب را از چاه بکشد، یا توسط آلا و ماشین هایی که او را خریداری میکند آب را از چاه بکشد، زمین را آب بدهد، زراعت و کشت خود را آب بدهد، در صورت نصف عشر است، یعنی 5% از او را باید زکات بدهد. و اما به شکلی بوده باشد که یک قسمتی از سال، نیم سال را از آب باران مثلا آبواری می شود و نیم سال دیگر که باران نمی شود از آب چاه آبواری می شود، در اون صورت 2 ثلث عشر است. ثلث عشر است یعنی 7.5% باید عشر زکات از او را بدهد. و این مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیثی که امام بخاری از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکند آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العشر. هر زراعتی که آسمان را آب آوری میکند توسط باران آب داده می شود، یا توسط چشمه هایی که در داخل مزرعه و کشتزار است آب داده می شود، او کان عثریا، یا زمین به شکلی می باشد که نمدار و تر می باشد، ضرورت به آب آوری ندارد، خود زمین نمناک است، از ریشه زراعت خودش از زمین آب میگیرد از داخل زمین، در او صورت عشر است، یعنی تکلیفی بر بالای صاحب مزرعه نیست. و فی ما سقی بالنضح نصف العشر. و هر آنچه که توسط انسان از چاه کشیده می شود، یا توسط حیوان از چاه کشیده می شود، یا توسط آله ها و ماشین هایی که از چاه آب را می کشد و او را خریداری می کند، در او صورت نصف عشر است، یعنی 5% بر بالای از او واجب است. و احادیث دیگری هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد آمده که بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه اینها را خدمت شما بیان خواهم کرد. با ما باشید. کسب روزی حلال. کعب ابن عجره رضی الله عنه می فرماید: مردی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذر کرد. قدرت و توانمندی و حرکاتش صحابه را به شگفت واداشت. عرض کردند: ای رسول الله، چه میشد اگر از این نیرو و توانمندی در راه الله استفاده میشد؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر این مرد برای کسب روزی حلال جهت سیر کردن فرزندان خردسالش تلاش و کوشش می کند، این عمل وی در راه الله محسوب می شود. و اگر برای حفاظت از آبرو و عفت خود و عزت نفسش تلاش می کند، در راه الله محسوب می شود. اما اگر برای ریا و فخر فروشی از منزل خارج شده باشد، در راه شیطان است. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل
ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارزقني رزقا طيبا حلالا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی مجدد خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم. در قسمت قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیثی برای ما برای دادن زکات عشر، دادن زکات چیزهای زراعتی، چی حبوب باشد، چی فواکه بوده باشد، یا میوجات، یا چی گندم و جو اینها بوده باشد، معیار بیان کردند. و معیار این است که هر آنچه که بدون تکلیف، بدون زحمت صاحب مزرعه به دست می آید دو عشر است، یعنی 10% از او را باید زکات بدهد. و هر آنچه که با تکلیف صاحب مزرعه به دست می آید که آب آوری از او توسط پول و پیسه آب را می خرد، یا آب را از چاه توسط حیوانات، توسط ماشین های، توسط انسان می کشد، دو تکلیفی از اوست، دو نصف عشر است، 5% باید زکات بدهد. و در این مورد گفتم که حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده، از جمله حدیثی که امام بخاری از عبدالله ابن عمر روایت میکنه را بیان کردیم. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند که من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که در این مورد چنین فرمودند: فيما سقط الانهار والغيم العشور. هر آن زراعتی، هر آن کشتزاری را که توسط انهار، توسط آبهای روان آبیاری می شود، یا توسط ابرها یعنی توسط باران آبیاری می شود، العشور در آنها عشر است، واجب دادن 10% است که 10% باید زکات بدهد. و فيما سقي بالثانیة نصف العشر. و هر آن زراعت و کشتزاری که توسط حیوانها از چاه آب کشیده آبیاری می شود، دو نصف عشر است. ثانیه آبی را گفته می شود که توسط حیوان از چاه کشیده می شود و آبیاری می شود، یعنی دو تکلیف و زحمت است برای صاحب مزرعه. و همچنین امام ابو داود و امام نسائی از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا كان بعلا العشر. وقتی که زمین بعل بوده باشد دو عشر است. بعل هر درخت و هر زراعت و هر کشت را گفته می شود که از ریشش خودش آب بگیرد، زیر زمین آبی بوده باشد، زمین آبی بوده باشد و ضرورت به آبیاری نداشته باشد و زمین نموناک و تر بوده باشد و ریشه درخت از داخل زمین خودش آب بگیرد، دیگه با آب دادن ضرورت نداشته باشد، دو صورت عشر است، 10% باید زکات بدهد صاحب مزرعه. و فيما سقي بالسواني او النضح نصف العشر. و هر آنچه که توسط حیوانات آب داده می شود یا توسط انسان ها آب داده می شود، دو نصف عشر است. سوانی آن آبی را گفته می شود که از داخل زمین، از چاه زمین توسط حیوان کشیده می شود یا توسط ماشین ها و آله های عصری کشیده می شود. و نضح هر آن آبی را گفته می شود که توسط دلو یا توسط انسان ها با دلو کشیده می شود و دو زحمت است و تکلیف است برای صاحب مزرعه و مزرعه خود را با مشقت آب می دهد، دو صورت نصف عشر است، 5% است. و همچنین قیاس به این می شود هر آبی که خریده می شود. اگر زمین مزرعه یا زراعت کشتزار به آب بوده باشد و چاه هم نباشد، صاحب مزرعه مجبور شود که آب را از بیرون بخرد و زمین خود را آب بدهد، دو صورت هم نصف عشر است. و گفتیم که وقتی که زمین یا کشتزار به شکلی بوده باشد که یک نصف سال را از آب باران یا از آب دریا یا آب رودخانه یا از آب چشمه ها آبیاری شود و نصف سال دیگر را با تکلیف و با زحمت صاحب مزرعه، دو صورت 7.5% است، دو صورت عشر 7.5% هست و باید 7.5% زکات از او را بدهد. و اجماع علما هم به این است، امام شافعی و همچنین امام بیهقی و امام ابن عبدالبر و امام نووی و ابن قدامه و ابن رشد رحمت الله علیهم و علمای دیگر اجماع علما را به این نقل کردند که وقتی که بدون تکلیف بوده باشد
عشر است، وقتی که با تکلیف بوده باشد نصف عشر است، وقتی که قسمتی از سال با تکلیف و قسمتی دیگرش بدون تکلیف بوده باشد در اون صورت ثلثای عشر که 7.5% زکات از او را باید بدهد. و اما چه وقت صاحب نصاب می شود؟ کسی که صاحب مزرعه است، کسی که کشتزار دارد، کسی که تجارتی دانه ها یا میوجات را میکند، چه وقت او صاحب نصاب می شود؟ چه وقت بر بالایش زکات واجب می شود؟ کسی که مزرعه مثلا گندم داره، گندمش به چه اندازه برسد که باید زکات بدهد؟ یا کسی که زراعتی یا کشتی خرما را میکند، باغ خرما دارد، خرماش به چه اندازه برسد که باید زکات بدهد؟ کسی که کشتی انگور را مثلا میکند، باید کشمش از او به چه اندازه برسد که زکات از او را باید بدهد؟ و همچنین کسی کشتی مثلا گندم، جو، برنج را میکند، به چه اندازه برسد که زکات بر بالای از او واجب میگردد؟ در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این بیان شده است. در احادیث وسق آمده و یک وسق به اندازه 60 ساع است، یعنی وقتی که به 5 وسق برسد، وقتی که به 5 وسق رسید، 5 را ما وقتی که ضرب 60 میکنیم 300 ساع می شود. پس نصاب حبوب و میوجات و زراعت 300 ساع است. وقتی که به 300 ساع رسید زکات بر بالای اینها واجب میگردد و علما گفتن که یک ساع مقدارش 2.40 کیلوگرم است. یک ساع نبوی که تقریبا به 4 کف گندم یا جو میرسد، تقریبا به مقدار 2.40 کیلوگرم اندازه کردن او را. و وقتی که ما 300 را ضرب 2.4 کیلوگرم میکنیم 720 کیلوگرم میبرد. یعنی کسی که گندم از او، جوی از او، خرمای از او، کشمش از او به 750 کیلوگرم میرسد، زکات عشر بر بالای از او واجب هست. و اگر 720 کیلوگرم کم بوده باشد بر بالای از او زکات یا عشر واجب نیست. در حدیث متفق علیه از حضرت ابو سعید خدری روایت شده است، حدیثی که امام بخاری و امام مسلم از حضرت ابو سعید خدری روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لیس فی ما دون 5 اوسق من تمر ولا حب صدقه. در کمتر از 5 وسق چه خرما بوده باشد و چه دانجات بوده باشد که گندم است یا جو هست یا کشمش هست، هر دانجاتی بوده باشد، از 5 وسق کم بوده باشد در آنها صدقه واجب نیست. گفتیم که یک وسق به مقدار 5 ساع است، یعنی 5 ضرب به مقدار 60 ساع است، یعنی 5 ضرب 60 مساوی میشه به 300 ساع و یک ساع به مقدار به اندازه 2.40 کیلوگرم است. وقتی که ما 300 ساع را به 2.40 کیلوگرم ضرب میزنیم میشه 750 کیلوگرم. و همچنین امام مسلم و امام احمد رحمت الله علیهما از حضرت جابر بن عبدالله روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لیس فی ما دون 5 اواق من الورق صدقه. از کم از 5 اوقیه نقره صدقه نیست، که یک اوقیه معادل می شود با 40 و 5 اوقیه معادل می شود با 200 درهم، یعنی با 200 درهم وقتی کم بوده باشد صدقه نیست. و لیس فی ما دون 5 زود من الابل صدقه. و کم از 5 دانه شتر هم صدقه بر بالای از اونها واجب نیست. و لیس فی ما دون 5 اوسق من التمر صدقه. و وقتی که از 5 وسق خرما کم بوده باشد بر بالای از اونها صدقه نیست، یعنی از 300 ساع کم بوده باشد صدقه نیست. و همچنین امام ابو داود و امام احمد از حضرت ابو سعید خدری روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لیس فی ما دون 5 اوسق زکات. در از 5 وسق وقتی که حبوب و دانجات یا موجات از 5 وسق کم بوده باشد زکات نیست. بعد از او فرمودند که والوسق 60 ساعا. یک وسق معادل میشه با 60 ساع و یک ساع معادل میشود با 2.40 کیلوگرم. و این حدیث هم دلالت به این میکند که این آیه مبارکه که وآتوا حقه یوم حصاده
به اطلاق خود نیست، بلکه یک حد معینی رسول اکرم صلی الله علیه و آله تعیین کردن که وقتی به این حد معین رسید، حبوب زراعت و چیزای زراعتی، چه حبوب چه میوه‌جات باشد، در او صورت زکات واجب می شود. از او کم بوده باشد زکات واجب نمی شود. و مسئله دیگری را در این باب علما ذکر کردن که او مسئله خرس گفته می شود. در باب فقه خرس به این معنی است که یک شخص عادل و صاحب خبره باید میوه‌جات را پیش از اینکه خشک می شود باید او را تخمین کند. مثلا زراعت یا مزرعه و باغی از خرما هست یا مزرعه و باغی از انگور هست، او را پیش از اینکه خشک می شود در وقتی که تر هست تخمین میکند که اینقدر خرما دارد یا اینقدر انگور دارد. و وقتی که خشک شد به اینقدر انگور، به اینقدر کشمیش یا به اینقدر خرما تبدیل می شود، به خاطر از اینکه تا که صاحب مزرعه خیانتی نکند و با اون اندازه‌ای که خرج شده یا مقداری از او از طرف شخص عادل تعیین شده، صاحب خبرت تعیین شده، باز امام یا نائب از او از صاحب مزرعه حقی از او را یا زکاتی از او را یا عشری از او را میگیرد. و مسئله خرس در بعضی احادیث آمده، اگرچه بعضی علما این احادیث را حکم به ضعف از او کردن، لذا علمای احناف و همچنین اصحاب رأی با او دلیل نگرفتن، گفتن که این خرس صحیح نیست. و تعدادی از علما به این احادیث دلیل گرفتن، گفتن که باید اگر مزرعه تمر یا خرما بوده باشد یا مزرعه انگور بوده باشد باید خرس شود، تخمین شود پیش از اینکه مبدل به خرما با خشک می شود یا پیش از اینکه به انگور مبدل به زبیب کشمش می شود باید خرس و تخمین شود تا که حق فقرا تلف نشود. و وقتی برنامه ما در اینجا به پایان می رسد و ادامه این مطالب را ان شاء الله متعال در قسمت های آینده در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و آله خدمت شما بیان خواهم کرد. تا با وقت الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.